دوستان سلام. برای اینکه بدونید همستر به حسابتون نشسته یا ننشسته باید این کار کنید. این اسکرین شات از کیفولی کاربره. خب میبینید که توش همستر نیستش. برای اینکه چک کنید ببینید همستر به حسابتون اومده یا نه، بیاید تو تون کیپر، اینجا آدرستونه دیگه، زیر دلار قیمت دلاری کیفولتون اونو کپیش کنید، تاچ کنید، کپی میشه. بعد بیاید به این وبسایت تون ویور که براتون میذارم آدرسشو، اینجا جایگذاری میکنید و بعد شروع میکنید به سرچ کردن. میگه آدرس کیفول شما اینه، مقدار تونی که دارید اینه، تعداد توکن هایی که دارید اینه. یه نکته اینجا بگم دوستان، تون کوین حساب میشه. چرا؟ چون دارای بلاک چینه. اتریوم خودش یه بلاک چین داره، میشه کوین. ارزی مثل یونیسوپ که روی شبکه ساخته شده میشه توکن. پس ما تون به عنوان کوین قبول داریم و ارزهایی که مثل داگز بقیه ارزهای دیگه که روی این شبکه هستن بهش میگن توکن. این میگه بهمون توکنایی که داره اینه. و این قسمت پایین اینجا بهمون ریز تراکنش‌های تون داره میگه، یا بقیه تراکنش‌ها که بزنید اینجا اضافه میشه. ترانزکشن اون بلاک هایی که تو این تراکنش انجام شدن و تاریخشون. اما قسمت توکن یا میتونید اینجا آل رو بزنید دوره میاد تو این صفحه، یا همینجا توکن رو انتخاب کنید. بهتون میگه که شما همستر دارید، راکی ربیت دارید، در صورتی که تو تون کیپر نشون نمیداد این همستر رو. برای اینکه حالا بتونیم این رفع باگ کنیم یا بفروشیمش چیکار کنیم؟ شما بیاید اینجا این کیفول رو نصب کنید، مایتون ولت بغل مایرانسل من آشغاله، اینو نصب کنید و برای ورودش خب از شما میخواد که یا کیفول جدید نصب کنید یا اون کلید خصوصی رو وارد کنید و کیفول خودتون رو بالا بیارید. شما کلید خصوصی تون کیپرتون رو دقیقا اینجا میزنید، اون 24 یا 12 کلمه رو، و تو مایتون ولت هم اون کیفولتون بالا میاد. یعنی شما همزمان میتونید هم تو تون کیپر اون کیفول رو داشته باشید، هم تو مایتون ولت. بعد از این مایتون ولت انتقال میدید به صرفی و همستر رو میفروشید و از شهرش راحت میشید. مرسی که من همراه کردید. خدا نگهدار.